آینده ایران امنیت، ثبات، توسعه و رفاه به شدت به بنیادهای زیستی و منابع آب وابسته است. ما در مورد ایرانی داریم صحبت می‌کنیم که روی نوار بیابانی دنیا قرار گرفته. کشور ما به شدت کشوری است کم بارش. همین میزان اندک بارش نیز به شدت در معرض یک رشته تهدیدات هم‌افزا و در هم تنیده‌ای قرار گرفته که به شدت آینده امنیت و ثبات و توسعه و رفاه رو تهدید میکنه. در طی حداقل این 6 دهه گذشته به واسطه برداشت‌های بی‌رویه‌ای که از منابع آب‌های زیرزمینی انجام شده، بخش عمده از آب‌های زیرزمینی ما تموم شده. ما در کشور میانگین 90% منابع آب صرف آبیاری در کشاورزی میشه. با کشاورزی به شکل موجودش شما دیگه نمیتونید ادامه بدید. ناگزیر از این هستید که منابع آب محدود موجود رو در مصرفش بازنگری به عمل بیاریم و کشاورزی در قالب غرقابی وضعیت موجود تغییر وضعیت داده بشه. تقریبا میانگین بین 20 تا 25% منابع آب در همه شهرهای ما به واسطه ترکیدگی و پوسیدگی شبکه آب هدر میره. آن چیزی که داره از این به بعد کشور رو تهدید میکنه و بحث بسیار جدید بحث نشست زمینه. یعنی زمین به یک باره میشینه. وقتی زمین بشینه قطعا تمام اون تأسیساتی که در زیر زمین قرار داره به همون حساب نابود خواهند شد و قطعا شبکه آب هم از این وضعیت جدا نخواهد بود. در تاثیر تغییر اقلیم دما داره در ایران میره بالا. به ازای هر درجه دمایی که داره میره بالا 14 میلیارد متر مکعب آب تبخیر میشه. این برای ایران فاجعه است. چه باید کرد؟ از جمله راههایی که بهش رسیدن بحث بر سر این بود که انتقال بین حوزه آب اتفاق بیفته. یعنی بریم از کشورهای پیرامونی آب وارد کنیم. ببینید کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. این کشورها به شدت درگیر اختلافات سرزمینی با هم دیگه هستند. بنابراین اجازه نمیدن آب به راحتی بخواد به سمت ایران بخواد بیاد. انتقال بین حوزه آب در دنیا طرحی شکست خورده. حال چه در ایران باشد چه در افغانستان و تاجیکستان به سمت ایران. باید همه توجهات معطوف به بازنگری در مدیریت منابع آب در داخل کشور بشه. اگه به این سمت حرکت کنیم و زیرساختاشون